این السلام علیکم مردمی کوری شریف تاجیک. بعد از سلام کی من اسماعیلوف ابو حاجی عباس‌الدین بعد که دوشنبه آمدم به وطن خود برگشتم، از شما خواهش میکنم که مرا به دعای بد گرفتار نکنید. برای دستم من شان و شرف خود رو پس نمیکنم. ای مردم تاجیک، از شما خواهش میکنم که من از دعای بد خفا گشتم. من حاجی شدم، نمیفورم دیون باره که خدا مرا زند. پروردگار به همت براری کار بتیا مردمی کوری تاجیک شویش کارتیا اول دلا و دهان تو تبسمی خنده باشه. ای همه فتوای رو دنیا خدا نگاه تو بداره. مردمی شان و شرف تاجیک به همه شما خواهانی آن دارم که برای دست منه به آب رو نکنه. اگر تانه در آرزو خدا یادم کنه، نتانه ای دعای بد من نبره. من با دعای بدم گرفتار نمیکنم، خدمت دعای بدم ایوان میره. برادرای جون به همت برای کار خانم شویش کار خانم در او دهان تبسمی خنده باشه. دعای ما خونه خدا را به امر پروردگار نصیب زیارت تو بگردنه. ای قصد قواله خدا نگاه تو بداره. ما مردمی کوری تاجیک پروردگار همه تا بازم به خونه خدا نصیب زیارت بگردنه. آدمای با آرو خدا با هم قد دیگه با آرو تر کنه. آمین. الله اکبر.